الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى درودی بخوانیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ادخل صدق مخرج. سروران عزیز، در این وقت مختصر دعا بفرمایید الله تعالی آنچه را که برای اصلاح بنده و حضار و حاضرین و غایبین مفید همان را القا فرماید و بر دل بنشاند و در عمل بیاورد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عزیزان گرامی، الله تعالی پیامبران را برای خوشبختی انسانها فرستاده است. انبیا علیهم السلام کار را از کجا شروع کردند و چگونه به موفقیت رسیدند و چه چیزی به بشریت تحویل دادند. مشکلات در زمان انبیا زیاد بود. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ظهور کردند، دیدند که از یک طرف شرک، خرافات، انسان پرستی، ظلم، اتلاف حقوق العباد، ناهنجارهای اجتماعی، سیاسی، اخلاقی دنیا را محاصره کرده و جهان به سطوح آمده است. از طرفی مذاهب، ادیان و پیشوایان آنها از اصلاح جهان مایوس شدند. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با توفیق الله، به اذن الله، چنان که الله فرموده بود یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. تو شاهدی ای پیغمبر، تو مبشری ای پیغمبر،
بشارت دهنده ای، تو بیم دهنده ای و تو سراجی چراغی و تو چراغی روشنی بخشی و تو داعی الاللهی، داعی الالله و سراج منیری و داعی الالله باذنه و سراج منیر. کار تو دعوت است. رسول الله از چی شروع کرد؟ از کجای دعوت؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که قفلهای زیادی در دربهای سعادت وارد شده و این دروازه های سعادت به روی بشریت بستند. اگر آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای هر قفلی، به تعبیر امام ندوی برای هر قفلی یک کلید پیدا میکرد شاید طول میکشید، اما آن حضرت صلی الله علیه و سلم کلید اساسی را، کلید قلب را پیدا کرد و آن این بود که در این قلب باید باز شود و در این قلب باید ایمان جدیدی دمیده شود. ایمان به الله، اعتقاد به الله، به توحید الله، به ربوبیت الله، به الوهیت الله و یقین به قدرت الله. ایمان در قلب بیاید. اگر ایمان آمد در قلب، یقین وارد قلب شد، این ایمان و این یقین و این عقیده تمام خرافات را میزداید، بدیها را از بین میبرد و انسان را آماده اطاعت الهی، عبادت الهی، ادای حقوق و حفظ حدود میکند. لذا رسول الله از قلبها شروع کرد. ما هم باید از دلها آغاز کنیم. در دل ایمان به الله بیاید. دل جای ایمانه. و قالت الاعراب آمنا، ادعی از روستایان و سهرانشینان آمدند و ادعای ایمان کردند. قل لم تؤمنوا، بگو نخیر، شما ایمان نیاورده اید، ولکن قولوا اسلمنا، بگید بله ما تسلیم شده ایم، در لیست مسلمانان داخل شدیم، سر جنگ نداریم. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در دلهای شما ریشه ندوانیده، ایمان در دلهایتان استقرار نیافته. الایمان ما وقر فی القلب و صدقه العمل. ایمان علامات دارد، ایمان خواسته هایی دارد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. ایمان خود را محک بزنیم، بسنجیم، بررسی کنیم هر یکی از ما. ایمان چیزی است و معلومات چیزی دیگر است. ایمان چیزی، حقیقت ایمان و سخنرانی درباره ایمان چیزی دیگر است. ایمان یک حقیقتیه، ایمان یک واقعیتیه که انسان را احساس مسئولیت میدهد، انسان را زنده میگرداند، به انسان حیات نوین و زندگی جدیدی میدهد، انسان را وادار به فداکاری و قربانی میکند. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین واقعی کسانی هستند وقتی نام الله جلوی آنها گرفته می شود دلهایشان به لرزه می آید، دلهایشان تکان می خورد، متأثر می شوند از عظمت الله، از بزرگی الله، از وحدانیت الله، از اینکه الله فقط خالق، مالک، رزاق است، از اینکه همه چیز در دست الله است. فقر خود را انسان تصور می کند و غنای الله را، عبدیت خود را و معبودیت الله را، کوچیکی خود را و بزرگی الله را. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ای انسان ها، همه شما فقیرید، بی‌نوایید، غنی فقط الله. همه مخلوقند، خالق فقط الله. همه عبدند، عابدند، معبود فقط الله.
همه نیازمندند. انبیا نیازمند الله، اولیا نیازمند الله، پادشاهان نیازمند الله، مردمان نیازمند الله، تمام خلق نیازمند الله، تمام آفریدها نیازمند آفریدگار. ولی الله صمد است، به هیچ کس نیاز ندارد. هیچ چیزی بدون اذن الله صورت نمیگیرد. لا اله الا الله حقیقتی دارد سروران عزیز. جز الله دیگر معبود نیست، جز الله دیگر مطلوب حقیقی نیست، جز الله دیگر مقصود حقیقی نیست. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. این معنی را، این تصور را وقتی مؤمن میکند به قول اقبال، چون بگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. ادعای بزرگیه. لا اله الا الله مشکلات دارد، ولی مشکلات برای صاحب یقین مثل آب خوردنه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. وصف دوم وقتی آیات قرآن تلاوت می شود، ایمان مؤمنین افزوده می گردد. و علی ربهم یتوکلون. و بر الله پروردگارشان، ربشان اعتقاد اینه که او رب ما، او کارساز ما، او پشتیبان ما، او حافظ ما، او محافظ ما، او معز ما، او مذل ما، او رزاق ما، او حفیظ ما. و علی ربهم یتوکلون. و در این صحنه زندگی و در این کارزار زندگی آنها بر الله اعتماد دارند، بر الله توکل دارند، به الله اعتماد دارند. میدانند پشتیبان الله، مالک الله. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. در مقابل هر تخویف، در مقابل هر تهدید، در مقابل هر خطر میگویند حسبنا الله و نعم الوکیل. ما را الله کافیه، او بهترین پشتیبان ما و بهترین کارساز ماست. این شعار اون همیشه و علی ربهم یتوکلون. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی بر الله توکل کند، الله خودش او را کفایت میکند. ابن القیم نکته عجیبی دارد، میفرماید توکل بر الله پاداشش ثواب نیست، خود الله پاداشه. فهو حسبه، الله او را کافی است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه و علی ربهم یتوکلون. الذين يقيمون الصلاة. چهارمین وصفشون نماز را اقامه میکنند. و مما رزقناهم ينفقون. و آنچه به آنها داده ایم خرج میکنند در راه الله. زکات نه، کل مال هم خرج میکنند، هیچ باکی ندارند. مال چیه؟ جان را هم فدا میکنند. درودی بخون. اولئک هم المؤمنون حقا. اینان مؤمنین واقعی. جان مال برایشون هیچ ارزشی ندارد در مقابل اذن حکم الله، دستور الله. اولئک هم المؤمنون حقا. یا الله ما را در این لحظه دعا میکنیم از مؤمنین به حق بگردان. لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. برای آنها درجات از در مقابل این اعمالی که انجام میدن، اعمال یقین درجات، و اعمال بدنی و مغفرتون، و اعمال مالی، قربانی مالی، فداکاری مالی که دادن کردن، مالی را که خرج کردن برای الله در مقابل آن، و رزق کریم. سه نوع اعمال، سه نوع پاداش. روی ایمان امروز تمام سستی ها، تمام ضعف ها، تمام سرنگونی ها، علت العلل اینه که تو ایمان ضعف آمده از سروران گرامی. آن چه چیزی است که صحابه روادار کرد به قربانی و تلاش در راه الله. میخوانیم در زندگی اصحاب رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی زمامدار مملکت قرار میگیرد، خانواده‌اش علاقه به شیرینی و پیشنهاد شیرینی میکنند. شیرینی چند روزه نخوردیم، کام را شیرین نکردیم. میگه حقوق من مکفی نیست، شما از جای دیگر میتوانید بیاورید.
ایشون از حقوق حضرت ابوبکر صدیق از بیت المال برایش تعیین شده، مبلغی را کسر می کند و شیرینی تهیه می کند و تقدیم می نماید. از کجا آوردی خانم این شیرینی را؟ میگه از حقوق شما پسنداز کردم، صرف جویی کردم، این هنر منه. میگوید پس معلوم شد این مقدار اضافی بوده است، آن را بر میگرداند به بیت المال، به فقرا. این چه چیزی است که سفره آماده شده را که باید لقمه بره به دهان و ترشحات معده شروع شده، ترشحات بزرگ شروع شده، این را میدهد به بیت المال. آنچه چیزی است که سیدنا میخونیم سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه وقتی درباره پسرش شکایت میرسد در مصر که یک فرد با یک فرد عادی در مسابقه اسب دوانی او را تنبیه کرده، بی جهت شلاق زده است، او را خطاب میکند، ببخشید عمرو بن عاص را خطاب میکنه، عمرو عاص را خطاب میکند که فرزند تو این خلاف را کرده است، اما فرزند خودش در یک موقعی خلاف دیگری میکند، اون را جلوی خودش تنبیه میکند. فرزند استاندار مصر را، فرمانروای مصر را جلوی پدرش تنبیه میکند. میگوید از چه زمانی شما مردم را برده قرار داده اید در صورتی که مادران آنها را آزاد آفریدند، آزاد به دنیا آوردند. آنچه چیزی است که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی بهش گفته میشه که جان تو در خطره، اعلام کن حکومت نظامی، چرا این مردم انتقاد میکنن، دهانشون رو ببند، به زندان بیافکن اینا را. حضرت عثمان چی میگوید؟ آزادند، حق دارند انتقاد کنند، بیایند، هرچه مشکلات و شکایت دارند در حج من میایم، در یک فضای عمومی، یک تریبون عمومی میگذارم، همه اشکالاتشون رو مطرح کنند. و حضرت عثمان یک پاسخ میدهد، میگویند جان تو در خطر است در مدینه منوره. میگوید من نمیخوام به خاطر حفظ جان خود مردم را بسیج کنم و از لشکر سوء استفاده بکنم و یک خون بیگناهی مبادا در مدینه ریخته شود. قصه های زهد حضرت علی و زندگی او که سر تا پا درس است. همه خادم دارند، همه خدمتگزار دارند، اما دختر حضرت رسول الله فاطمه الزهرا درخواست میکند و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم او را به ایمان به آخرت متوجه میکند که شما این دنیا را چه کار میکنید؟ شما تسبیحات 33 سبحان الله هنگام خواب بخوانید، 33 الحمدلله، 34 الله اکبر برای شما از دنیا و ما فیها. هر خادم بهتر است و حضرت علی آن را ول نمیکنه، حتی در شب سفین هم میخواند. این چه چیزهایی سروران عزیز، این ایمان است. نیاز امروز ما دانشگاهی ما به ایمان نیاز دارد، عالم ما به ایمان نیاز دارد، بنده به ایمان نیاز دارم، دانشجوی ما به ایمان نیاز دارد، استانداران ما، کارگزاران ما، گردانندگان ما، مسئولیت های امور، رؤسای سازمان ها، احاد مردم ما، تجار ما، همه قشرها به ایمان نیاز داریم. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان داران ایمان بیاورید، یعنی از ادعای ایمان و به حقیقت ایمان رو آورید، توجه کنید به ایمان. آن چه چیزی است که عمر بن عبدالعزیز رحمه الله را وادار کرد که در 2 سال کل نابسامانی ها را اصلاح کرد. آیا او دوست نداشت خوردن را؟ آیا او دوست نداشت خوشی را، تفریح را؟ عمر بن عبدالعزیز آهنگ حج کرد، دلش به حج علاقه پیدا کرد. میپرسد از مسئول هزینه و خرجهایش آیا چیزی داریم؟ میگوید 17 دینار داری تو؟ 17 دینار نزد من حسابدارش میگوید. میگه 17 دینار چی میشه؟ بعد از مدتی میگوید که حالا پولی آمده است، پول بزرگی آمده، 17,000 دینار از مال مروان به ما رسیده است. میگوید ما حق نداریم، اگر حلاله که ما اندازه خود گرفتیم، اگر حرامه بسه ما را، گذشته ما را بسه. به کارگزارانش 300 دینار حقوق میدهد، ولی خرج خودش 2 درهم است. 2 درهم روزانه خرجش است. 2 درهم یعنی ماهی 60 درهم. دخترانش
عدس میخورند و پیاز. وقتی می آید دست جلوی دهن میگیرند، میگوید چرا دخترانم؟ میگوید که پیاز خورده ایم پدر جان. میخوان تظلم کنند، گرسنگی خود را به رخش بکشند. گریه سر میدهد، میگوید دوست دارید پدرتان به جهنم برود؟ این ایمان دارد به آخرت، این یقین دارد به آخرت و شما خوش بخورید اینجا. این ایمانه که این عجایب را، این شگفتی ها را سروران عزیز به بار می آورد. مردم با او سخن میگویند، شمع بیت المال روشنه. وقتی حرف خصوصی آغاز می شود، شمع را ایشون خاموش می کند. زمستان فرا می رسد، میگوید که آبت را در مطبخ بیت المال گرم کنیم، در اونجا آشپزخانهش گرم کنیم. میگوید نه، اون آب شخصی من است. سروران ندید ایمان به تقوا وادار می کند. ایمان بود که معز را آورد بدون اینکه پلیسی باشه، خودش آمد، یا رسول الله از من بی عفتی سر زده است، مرا مجازات کن، پاک گردان. زن غامدیه، زنی از غامدیه می آید میگوید یا رسول الله من دچار بی عفتی شدم، مرا تنبیه کن، مرا پاک کن، سنگسار کن. من حاضرم هر مشکل را تحمل کنم، اما مجازات آخرت. ایمان به الله، ایمان به آخرت، ایمان به حرفهای پیغمبر سروران عزیز، این بود رمز موفقیت مسلمانان صدر اول. این ایمان را از کجا بیاوریم؟ منابع ایمان یک قرآن مجید. مرتبا قرآن را بخونیم، درس های قرآن بنشینیم، کلاس های قرآن باز کنیم. هر هفته در خانه هر کسی حتما یک جلسه قرآنی برگزار بشه. صحبت رسول اکرم بود، فیض پیغمبر بود، اما پیغمبر در میان ما نیست، ولی سیره رسول الله، زندگانی رسول الله. جوانان عزیز، سروران عزیز، سیره رسول الله را روزانه چند برگ بخونیم. پیغمبر ما چگونه روزگار گذرانیده. ما میگویم وقت نداریم، گاهی هم سیره میخونیم، سیره گاندی را، سیره نمیدونم اون آقای ماندلا را میخونیم که به هر حال اینا هم زحمت های شاید کشیدن در طبق اون باورهایی که داشتن، ولی دنیا همه مدیون محمد رسول الله رحمت للعالمین. چگونه ما این ایمان را به وجود بیاوریم در خودمون؟ به وسیله مجاهده. با این آیه من ختم میکنم، وقت مغرب فرا رسیده است. و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه الله مجاهده کنید چنان که حق مجاهده است. زحمت بکشید چنان که حق مجاهده است، حق زحمت کشیدن است. و جاهدوا فی الله حق جهادی. شما میدونید که هستید، هو اجتباکم، شما را الله برگزیده. ای امت شما برگزیده اید، شما داعی هستید، شما منتخب شدید، شما مصلح جهانید. هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین هیچ تنگی نیست، هیچ مشکلی نیست. ملت ابیکم ابراهیم، این دین ابراهیم اینو محکم بگیرید. ابراهیمی که زندگی سرمشق شد برای تمام اقوام عالم، برای تمام پیامبران بعدی و به تمام امتهای بعدی. ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. امتی بود، شاکر بود به نعمت الهی و از مشرکان نبود. ابراهیم علی نبینا و علیه السلام. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، نام شما را او انتخاب کرده. مسلمین یعنی فرمان بردار. من قبل و فی هذا، قبلا و در این کتاب. لیکون الرسول شهیدا علیکم، پیغمبرش گواه بر شما. یک معنیش اینه پیغمبر معلم شما، بیان کننده برای شما. و تکونوا شهداء علی الناس، و شما برای مردمان گواه و آموزگارید. پیامبر معلم شما، آموزگار شما، آموزگار ایمان، اخلاق، معاشره، عبادت، بندگی درست. اما شما الگوی جهانیان، شما الگوی جهان، معلم جهانید. پس خود را بشناسید. چرا گناه، چرا آلودگی، چرا بد اخلاقی، چرا فرار از مسئولیت؟ هو اجتباکم، شما را که برگزیده. فاقیموا الصلاة، پس نماز برپا بدارید، با الله مرتبط بشید به وسیله نماز. قرة عینی فی الصلاة رسول الله فرمود.
ان اهم امورکم عندی الصلاة. اینجا مقوله حضرت عمر در شده، به کارگزاران حکومتی خود فرمود مهمترین کار شما نماز است. هر کس حفظش کرد، محافظش کرد، دینش محفوظ شد. هر که نماز را ضایع کرد، بدانید بقیه چیزها را ضایع می کند. اگر مسئولی بود، اگر داماد بود، اگر فرزند بود، اگر زن بود، هر کسی بود، نماز را ضایع کرد، نماز جماعت را ضایع کرد، فرایض و سنن و آداب نماز را ضایع کرد، بدانید بقیه چیزها را ضایع می کند، خائن می شود. این فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات، زکات را بدهید، شانه خالی مکنید. منتظر ما باشید مدیران مدارس بیایند و گداگری کنند علمای شما نزد شما. خودتون تلاش کنید، هر جا خدمت دینی واقعی میبینید برید زکات برسونید، اضافه بر زکات خرج کنید در راه الله. مالتان چند برابر میگردد. و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. کسانی که زکات میدهند در واقع مال خود را چندین برابر میکنند. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اعتصموا بالله، و به الله چنگ بزنید، به الله نزدیک بشوید. تو معرف القرآن مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه نوشته تو اعتصموا بالله، یکی اینه که خوب دعا کنید، خوب تضرع کنید، از الله صمیمانه بخواهید، ناامید مشوید. الله بزرگ، تو مگو ما را بدن شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. الله شما را به مراتب بلند ایمان و تقوا میرساند. واعتصموا بالله هو مولاکم. شما پشتیبانی دارید، شما ویل نیستید، شما الله را ترک کردید. ملت امت الله را ترک کرده، رها کرده، دستور شکنی کرده، به گناه رفته، از ایمان دور شده، از خواسته ایمان دور شده که الله تعالی ولش کرده. امروز محال است که چون دوست دارد تو را و در دست دشمن گذارد تو را. واعتصموا بالله و مولاکم، نعم المولا و نعم النصیر. و بهترین مولا و بهترین مددگار شماست. و آخر دعوانا الحمدلله.